محتوی نظیر رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به حکم اعدامی که برای روح الله زم توسط دادگاه ایران صادر شده با شما صحبت بکنیم، راجع به سری از نکات پنهان این حکم و بررسی بکنیم اتفاقاتی که در 6 جلسه دادگاه برای روح الله زم افتاد. زم حصل على متابعة أكثر من 1,000,000 شخص على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع آمد نیوز من قبل روح الله زم. همچنین یک گریزی میزنیم به صحبت‌های نماینده‌های مجلس که این روزا گروکشی‌های سیاسی زیادی دارن انجام میدن، همدیگر رو تهدید میکنن، از جمله آقای تاجگردون که در خصوص سایر نماینده‌ها یه حرفی زد پشم ریزون، یعنی شما دستمالتون تمیز نیست، که امروز راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. یه گریزی هم به صحبت‌های آقای روحانی میزنیم و مبحثایی که این روزا در شرایط سخت اقتصادی ایران رقم میخوره و شاید یه عده‌تون ندونید که داخل ایران یه عده پشت بام ها رو کرایه میکنن و چادر میزن روی پشت بام ها میخوابن. مردمانی که یک زمانی قرار بود از پول نفت زندگی ایدئالی داشته باشن به مرحله رسیدن که باید روی پشت بام ها چادر بزنن یا توی حیاط های خونه ها چادر بزنن. اجازه بدید بگم که مردم خوب ما در حوزه اقتصاد حالشون خوب نیست. ما بعضی وقتا بعضی چیزها رو میشنویم که ای کاش نشنویم و نبینیم، ولی بعضی واقعیت‌های تلخی هست. این روزا در رسانه ها میبینیم که حرف از خلاصه اجاره پشت بام گفته میشه. امروز خلاصه در حوزه مسکن دغدغه جدی بخش قابل توجهی از مردم ماست. دغدغه اول و آخر ما در این مقطع باید توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشه. خبر تلخه ولی با توجه به وضعیت اقتصادی ایران متاسفانه حقیقت داره. وضعیت اقتصادی که دلار رو در حال حاضر به 20-21 هزار تومان، یورو رو به 23-4 هزار تومان، پوند رو تا 25-6 هزار تومان برده بالا. حالا گفتم قبلا که 200 تومان بالا پایین به جای بر نمیخوره و یه چس مسقال حقوقا رو بردن بالا و از اون طرف گفتن حقوقای کارمندا رفته بالا، وضعیت اقتصادی بهتر شده. اما از اون طرف ما میبینیم که مردم توان خریدشون 60 برابر اومده پایین و من همیشه در همه ویدیوهام این رو میگم و سعی میکنیم که یکم مغز مسئولین رو باز بکنیم. البته بعید میدونم که این اتفاق بیفته. اما قبل از اینکه آغاز بکنیم حرفی پرتکرار که همیشه هم گفتم، اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید یه دکمه قرمز رنگ هست سابسکرایب بکنید و اگر هم گوشتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید. خیلی هم میگن آقا این حرفت خیلی تو مخه و منم میگم به خاطر اینکه اکثرا توی ایران هستن ویدیوهای ما رو میبینن و از یک فیلتر شکن استفاده میکنن. ربات های یوتیوب اونها رو ربات تشخیص میده و فکر میکنه که همه با یه آی پی مدن، همه یه نفره و داره اصطلاحاً سیستم یوتیوب رو دور میزنه. برای همین سابسکرایبر رو حذف میکنه و باید چک بکنید که آیا سابسکرایب هستید یا نیستید. ولی خب سعی میکنیم که کمتر بگیم توی ویدیوهای بعدی. ازتون هم معذرت میخوام. مرسی. اما آغاز میکنیم قسمت دیگه ای از برنامه پشت پرده رو. شاید این روزها در اخبار شنیدید که روح الله زم حکم اعدام رو دریافت کرده و مهر ماه سال 1398 بازداشت شد و به قول مقام‌های امنیتی ایران به داخل ایران هدایت شد و تقریبا الان بیش از 8-9 ماه از بازداشت روح الله زم میگذره. 6 جلسه دادگاه براش برگزار شد و 13 مورد از اتهاماتی که به روح الله زم زده بودن در مجموع افساد فی‌الارض دریافت کرده و محکوم به اعدام و حبس شده. که بریم سخنگوی دستگاه قضا رو صحبتاش رو بشنویم که در خصوص حکم روح الله زم صحبت کرده و بعد از اون هم راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم. موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتن، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فی‌الارض دونسته
و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده بابت اونها به مجازات حبس محکوم شده که این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. بله، انتشار این خبر طوفانی از حاشیه‌ها رو در رسانه‌ها ایجاد کرد، از جمله رسانه‌های بین‌المللی که در خصوص اعدام و اعدام‌ها در ایران صحبت می‌کنند. فعالان سیاسی و فعالان حقوقی گفتن که مخالف این حکم هستن و اصلا نباید اعدام صورت بگیره و جنجال‌های زیادی ایجاد شد. روح‌الله زم همیشه میگفته که من یک خبرنگار بودم، نه یک آدم سیاسی، و در مورد دفاع از اتهاماتی که بهش زده بودن میگفته که یک خبرنگار بوده. من به عنوان آدم مطبوعاتی کار میکنم. اون موقع اصلا آمد نیوزی نبودش. سال 95 اوایل سال 95 که اصلا آمد نیوز وجود. قبول دارم که برخی رویه‌های صورت گرفته در آمد نیوز اشتباه بوده و به جد پشیمانم. نه اینکه چون اینجا هستم این سخن را بگویم، طبعا در دوران مسئولیت خودم انجام شده، اما دیکته نانوشته خطا ندارد. من جوانی کردم و در سن هیجان بودم، تحت القاءات پیش گفته بودم و فضای رسانی خارج کشور نیز فضای هیجانی است. در سخنان شخصی با دوستان هم میگفتم که برخی رویه ها اشتباه بوده و نباید در قالب یک دسته یا حزب سیاسی عمل میکردیم. به اشتباهات خود پی برده بودم، ولی فضای رسانه‌ای خارج از کشور طوری نیست که بشود به ناگاه چرخش 180 درجه‌ای انجام داد. همانطور که در جلسه قبل دادگاه عرض کردم، کشورهای عربستان و امارات خواستار همکاری من علیه نظام بودند و پول خوبی هم پیشنهاد کرده بودند. پیش از سفر به عراق از طریق یکی از دوستانم در مالزی پیشنهاد افتتاح یک تلویزیون با سرمایه‌گذاری عادل الجبیر وزیر خارجه پیشین عربستان با من مطرح شد و واسطه حتی تا قرار ملاقات هم پیش رفت. یکی دیگر از اتهامات هم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده که به نظرم جای دفاع دارد. من قصدی برای تشکیل حزب یا گروه برای جرائم علیه امنیت کشور نداشتم و اگر کاری از دستم در رفته ابراز پشیمانی ندامت میکنم. اما بریم گریزی بزنیم به 6 جلسه دادگاه روح‌الله زم، ببینیم که اصلا تو این 6 جلسه دادگاه چه اتهاماتی به روح‌الله زم زده بودن، چه دفاعیاتی کرده بود و چیا رد و بدل شد توی این دادگاه ها که بالاخره حکم اعدام دادن به روح‌الله زم. ببینید. رفتم سفارت فرانسه، ویزای فرانسه گرفتم، رفتم فرانسه. متهم روح‌الله زم مدیر کانال آمد نیوز امروز مدعی شد که سنگین‌ترین تیم حفاظت پس از رئیس جمهور فرانسه به او تعلق داشته. 4 ماه یا 5 ماه بود که حفاظت نامحسوس گذاشتن و ما اصلا نمیدیدیم و گفتیم آدرس ما الان هست تو سایت‌های مختلف اینا هست. تقریبا بعد از اون اتفاق 24 ساعت بعدش خونه ما رو عوض کردن و تیم حفاظت محسوس گذاشتن. خیلی سنگین بود تیم حفاظتشون، یعنی میگفتن که شاید مثلا نفر دوم بعد از رئیس جمهور فرانسه تیم حفاظت شماست. او امروز برای دومین بار با 17 عنوان اتهامی که افساد فی الارض در صدر اونها قرار داره پای میز محاکمه ایستاد. با سهام نیوز شروع کردم همکاری کردن. از فرانسه؟ بله. تا سال 95 یک جمعی تصمیم گرفت که آمد نیوز رو تأسیس کنه. من یکی از اون افراد بودم. روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی معاند آمد نیوز در 3مین روز محاکمه. آقای زم، شما اینجور که خودت میگی از اون جلسه که احمد شمس بود استاد دانشگاه بود و نفر سوم اینجور استنباط کردی که بوی سرویس میاد. دیگه فهمیدم. آفرین. چرا بعداً دوباره به استاد جواب تماس دادی و پول است؟ استاد دانشگاه با پوشش اومد، من نمیدونستم که داره با اونجا کار میکنه. این که استاد دانشگاه عامل سرویس CIA خودم دارم میگم. تایید میکنید با سرویس جاسوسی ارتباط داشتید؟ او با 17 عنوان اتهامی امروز در اعترافاتش از افشای اسامی دورزنندگان تحریم ها پرده برداشت. یکی دیگه از پیام هایی که ایشون برای آقای مراد ارسال کرده اسامی تعدادی از افرادی بوده که به زعم ایشون تحریم ها رو دور می زدند. آیا این کار شما هم در راستای اون رسالت خبرنگاری و خبرگزاریتون بوده؟
این کارم نه. متهمی که در کنار جاسوسی از نقاط حیاتی کشور مأموریت داشته مسیر تردد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جبهه‌های سوریه رو به دشمن اعلام کنه. فرمانده سپاه قدس که در ارتباط با مبارزه با تروریسم داره کار میکنه، خبر جابجاییش این کار خبرنگاری محسوب میشه؟ نمیدونم چی محسوب. هر چی میرسید دستمون منتشر میکنه. نشر اکاذیب به طور گسترده که ذیل عنوان اتهامی افساد فی الارض بیان شده و در بند 11 کیفرخواست نیست جداگانه به آن استناد شده مواردی را باید توضیح دهم. نمیگویم که اشتباه نداشته ایم یا خبر کذبی منتشر نشده. ابداً این ادعا را ندارم. بسیار تکرار شده بود که فردی یا گروهی در خارج از کشور طی بیانیه‌ای از مردم می‌خواست که در اعتراض به فلان مورد به خیابان‌ها بیایید. مثلا رضا پهلوی یک بیانیه داد و از مردم خواست که در برابر مجلس تجمع کنند، ولی 10 نفر هم نیومدن. نماینده محترم دادستان آقای وزیری سوالاتی دارن که مطرح میکنن، شما پاسخ بده. بفرمایید آقای دکتر. یعنی شما محتوای مجرمانه اصلا تو این سایت منتشر نکردید؟ چرا؟ نه من نمیدونم مجرمانه بوده یا نه. ببینید من که نمیدونستم 9 سال بعد قرار بیام اینجا جواب بدم که تقریبا همون جلسه دوم بود یا سوم بود که من متوجه شدم دیگه کامل پوشش برداشته شد و متوجه شدم اینا سرویسم تقریبا همون 5-6 ماه بعد بود، 3-4 ماه بعد بود. این خودش تلفن منو از طریق شمس گرفت و خودش مستقیم با من ارتباط برقرار کرد. استاده یا همون استاد خودش با من مستقیم ارتباط برقرار کرد. خب آقای زم، شما اینجور که خودت میگی از اون جلسه که احمد شمس بود استاد دانشگاه بود و نفر سوم یه جور استنباط کردی که بوی سرویس میاد دیگه. فهمیدم. آفرین. چرا بعدن دوباره با استاد جواب تماس دادی و پول است؟ استاد دانشگاه با پوشش اومد، من نمیدونستم که داره با اونجا کار میکنه. این که استاد دانشگاه عامل سرویس CIA ما خودم دارم میگم. تایید میکنید با سرویس جاسوسی ارتباط داشتید؟ ایشون چون احمد شمس این ارتباط رو به وجود آورده بود و یک منبع واسط به حساب میومد، اطلاعات از ایشون میگرفت، در اختیار سرویس جاسوسی قرار میداد و از این طریق سرویس جاسوسی هم برای احمد شمس یه سری مزایا در نظر گرفته بود. ایشون میخواست این واسطه رو کنار بذاره و اقدام کنه به صورت مستقیم اطلاعات رو در اختیار سرویس قرار بده و اصلا احمد شمسی نباشه. اینا رو خودم گفتم تو تحقیقاتم خودم گفتم. یعنی اصلا نه اجباری بوده نه نمیدونم. ریاست معظم اظهارات خودم قبول دارم. اظهارات خودم. آره. یه فرمانده سپاه قدس که در ارتباط با مبارزه با تروریسم داره کار میکنه، خبر جابجاییش این کار خبرنگاری محسوب میشه؟ نمیدونم چی محسوب. هر چی میرسید دستمون منتشر میکنه. یکی دیگه از پیام هایی که ایشون برای آقای مراد ارسال کرده اسامی تعدادی از افرادی بوده که به زعم ایشون تحریم ها رو دور میزدند. آیا این کار شما هم در راستای اون رسالت خبرنگاری و خبرگزاریتون بوده؟ این کارم نه. این کار اگر کسی ایشون کسی نبود چرا شما بهش وصل میشدید و بهش پیام میدادید که اگر میخواید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام بدید تبهر من در اینه. اگر ایشون یه منشی ساده سناتوری بوده، پس علت این همه ولع شما واسه ارتباط گرفتن با ایشون چی بوده که پشتش باز پیام میدید که اینها هزینه بر هست این کارهایی که شما میخواید انجام. ایشون که یک منشی ساده بود. ایشون رو یک آقایی به من معرفی کرد که گفت برای این که بشه برای امروز بودجه گرفت با این خانم میتونی صحبت کنی و ارتباط برقرار کنی. منم 4-5 صحبت کردم. شما میگید که معاونت گسترده در احراق و تخریب نداشته اید؟ بعضی از عبارات رو که قبول دارم اشتباه کردیم، این عبارات رو به کار بردیم، این اشتباهات رو قبول دارم. شما گفتی رسانه هستی. رسانه یکی از وظایفش وصل جاسوس به سرویسه؟ قرار بیاد بیرون برای کشور ترکیه کار بکن با 50,000 سند. رسانه من به عنوان آدم مطبوعاتی کار میکنم. اون موقع اصلا آمد نیوزی نبودش.
سال 95 اوایل سال 95 که اصلا آمد نیوز وجود داشت. بعضی از عناوین رو قبول دارم مجرمانه بوده. برای سرویس فرانسه از هر فرد رسانه‌ای ایرانی مستقر در اونجا اینجور برخورد میکنه؟ اونجا خیلی هستن. آقای بنی‌صدر محافظ داره، آقای امیرحجمند محافظ داره. ابلاغ تست 3 فروند موشک میانبرد از سوی معاونت عملیات ستاد کل سپاه به مراکز فرماندهی و کنترل هوافضای سپاه، صدور مخفیانه نفت خام ایران به اروپا. عزیز من اینا که شما دارین میگین بفرما توضیح بده. این چیزی که شما دارین میگین من فکر کنم شاید 800 تا خبره. بیارید رو الان میتونید نشون بدید. شماره داره 1 2 3 4 5 6 7 800 تاست. 40 صفحه است. بیش از 40 صفحه، 45 6 صفحه باشه. و این طبق همون بحثیه که گفتم، هم راجع به ترکیه هم راجع به فرانسه. چی بگم؟ من تو بازجوییام گفتم، روز اولم همون موقع هم گفتم، الانم میگم، اعتقاد داشتم به این که براندازی انجام بشه. شما گفتید اینها رو من خودم گفتم. عرض کردم یک سری از مواردی پاسپورت هم رفتارش با من رفتار خوبی بود. بله واقعا رفتارشون خوب بود و کاملا شرعی و انسانی بود. به بهترین روش مهربونی کردن. هرچی خودشون خوردن منم خوردم، هر جا خودشون خوابیدن منم خوابیدم. بله تقریبا روند دادگاه روح زم رو دیدیم و اسامی مؤسسین و فعالیت هایی که بود و نمیدونم انواع اقسام صحبت هایی که در دادگاه کرده بوده. اما آقای اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در خصوص وضعیت، حالا اونجوری که خودشون میگن، همدستای داخلی روح زم گفته که ما مدیران ارشد و بلندپایه نداشتیم که همدست روح زم باشن، یه سری مدیر خورده پا این چیزا بودن. این صحبت‌هایشون رو هم بشنویم. جالب. یه پرونده، خیلی پرونده در اختیارتونه که خیلی هم مردم دنبالش دارن میکنن، پرونده روح زمه. بله. و مهمتر از خود روح زم که بالاخره اون شبکه‌ای رو داشت طراحی می‌کرد، کسانی بودن که از داخل و از بدنه داخل به اون اطلاعات دادن. فاز اولش خودشه که خب تحقیقاتش تکمیل شده، چند جلسه دادگاهش هم برگزار شده و ادامه جلسات دادگاه رو هم به زودی خواهیم داشت. بخش دوم تعدادی از عناصر مرتبط اصلی‌تر و دارای نقش فعالتر هست که در این حوزه تعدادی از افراد دستگیر شدن، تحقیقات پروندهشون تکمیل شده و به نوعی میتونم بگم که کیفرخواست گروه دوم هم رفت به دادگاه و افراد متعددی تا الان احضار شدن، از اونها تحقیق شده، برای برخی ها قرار تأمین صادر شده، برخی ها بدون قرار تأمین در رفت آمد ادامه بازجویی ها و تحقیقات هستند. کسان دیگری هستند که هنوز احضار نشدن، کسانی هستند که بعد از این قصه خودشون اومدن و خودشون رو معرفی کردن، خود اظهاری کردن، گفتن آقا ما نفهمیدیم، مطلع نبودیم، فریب خوردیم، این همکاری ها رو انجام دادیم. مسئولیت دارن، در بخش های مختلف هستن. توی همه این دامنه این پرونده دامنه نسبتاً گسترده است که همه اینها عرض کنم خدمتتون که بایستی رسیدگی بشه. آیا هستش تو این پرونده افرادی که حالا مسئولیت‌های ممکنه سطح بالا داشته باشند و داره بررسی میشه در موردشون؟ عرض کنم خدمتتون که تا ما سطح بالا رو چگونه تعریف بکنیم، در بخش‌های مختلف افرادی در این پرونده مطرحند، اما خیلی بگیم عرض کنم خدمتتون که سطح اول و تراز اول و مدیران ارشد نه، تا الان عرض کنم خدمتتون که از مدیران ارشد به اون معنا کسی مطرح نیست. حالا تحقیقات ادامه داره، پرونده هنوز مفتوحه. پایان محاکمه روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز. کیفرخواستی با 17 بند
از جمله جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، افساد فی‌الارض، همکاری با آمریکا علیه حاکمیت در ایران، نشر اکاذیب و توهین به رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی. بله، البته گویا حکم اعدامی که برای روح‌الله زم صادر کردن قابلیت فرجام‌خواهی داره، یعنی میتونن اعتراض بزنن. گفتن که حکمم قطعی نیست. توی صحبت‌های مقام‌های دستگاه قضایی ایران هم این قضیه رو شنیدیم. اما اون چیزی که مشخص هستش، حالا روح‌الله زم در کنار اخبارهای دروغ و جفنگی که در آمد نیوز و جفنگ نیوز منتشر میکرد، در لابلاش هر از جنگایی افشاگری‌هایی رو هم انجام میداد که در خصوص فسادهای مالی و اقتصادی بود. و امروز یکی از مسئولین توی شبکه 4 تلویزیون ایران اگر اشتباه نکنم در خصوص فسادها و فسادهای مسئولان حرفای جالبی زد و میگفت مثلا خانومی که روسری رو میزنه روی چوبی و میره توی میدون انقلاب و جاهای مختلف 21-2 سال حکم زندان دریافت میکنه، اما اون مفسد اقتصادی که باعث فقر و بدبختی مردم شده و مردم رو به یک درجه رسونده که به اعتراض بیان توی خیابون‌ها، اما مردم که بعدش میگیرنشون و براشون حکم اعدام و چیزهای مختلف صادر میکنن، چرا اون مسئولین رو نمیگیرن؟ و خیلی راحت مسئولینی که فساد ایجاد میکنن از کشور خارج میشن و برای خودشون اشغال میکنن، هم خودشون هم آقازاداشون. صحبتاش جای تفکر داره و جالبه که صدا و سیما هم سانسور نکرد و این صحبت‌ها رو پخش کرد. بشنوید. فساد محصول این نابسامانی هایی است که در نظام تصمیم گیری های اساسی شکل میگیره. من توصیه میکنم واقعا مسئولین کشور این کتاب آقای ریچارد نفیو رو مطالعه کنند. چگونه تحریم ها و هدف تحریم ها ایجاد نارضایتی تو جامعه ماست. کتاب هنر تحریم رو میفرمایید. هنر تحریم و اینکه چگونه اینها تلاش میکنن که با ایجاد درد در مردم اونها رو وادار به طغیان علیه نظام کنن. خیلی از مقامات کشور ما تو این زمینه اسرائیل و امریکا بازی میکنن. بعد از تصویب 4200 تومان در ظرف چند روز 20 میلیارد دلار پول مملکتی که قرار است تحریم بشه، چطوری شما 20 میلیارد دلار رو تخصیص میدید؟ اینو چه کسانی تصمیم میگیرن؟ نافع دارن گروه های مختلفی در درون حاکمیت، در مجلس هستن، در دولت هستن، در دستگاه قضایی هستن، اینا حضور دارن، دنبال منافعی میگردن. چطور میشه با اینها برخورد قاطع نمیشه؟ و بعد وقتی یه دختری که یه چوب کرده سر روسریش تو خیابون و بعد یه 22 سال دستگاه قضایی به او حکم زندانی میده و بعد میبینیم که غارتگرایی که زمینه‌های این نابسامانی‌ها رو در جامعه فراهم کردن راست راه میرن و بعد اجازه دارن که از مملکت خارج بشن. چند درصد از مسئولین ما از میدون ونک به پایین میشینن؟ به خصوص این مسئله از دولت نهم به این طرف خیلی باب شد، مرزهای اخلاقی دریده شد. بسیاری از مسئولین دولتی ما خودشون تو بخش خصوصی فعال هستن. ببینید این مصداق بارز فساد در غربه، برای خاطر اینکه همشون منتفعن از این حضور. بله، صحبتای ایشون رو هم شنیدیم و یه نکته هم بگم که همیشه دعوای سیاسی و این اتفاقاتی که اینجوری رسانه‌ای میشه بر سر قدرته و یه عده یه سری فسادها رو میدونن، گروکشی سیاسی میکنن، میگن که آقا اگر مثلا فلان مسئولیت رو به من ندی افشا میکنم که فلان زمین رو مثلا توی ولنجک خوردی. و همیشه دعوای سیاسی در قل و زنجیر اصطلاحاً فسادها و سیستم‌های فاسدی هستش که بعضی از مسئولین اونها رو خلقشون میکنن. برای همین تاجگردون، یکی از نمایندگان مجلسی که در حال حاضر در مجلس صلاحیتش رد شده، یه اشاره در روزهای قبل کرده بود که اگر رد صلاحیت بشه سری افشاگری‌ها رو از سایر نمایندگان مجلس میکنه. بعد از اون هم مصاحبه کرد، گفتش که آقا دستمالی که مثالی که زد بود، گفته بود که دستمالی که اونها میخوان باش منو تمیز بکنن اصطلاحاً یا فساد رو میخوان پاک بکنن، خودش تمیز نیست، اون دستماله هم کثیفه. یعنی نمایندگان مجلسی که منو رد صلاحیت کردن در مجلس خودشون سرشار از فسادن.
بشنوید این صحبت‌های آقای تاجگردون رو. بیت میزنه همون کسی هم نوشت که آقای تاجگردون یک پرونده داره از آقای قایقرباب که آقای افشانی بهش داده. دیدین احتمالاً دیگه. حالا من کسان دیگه نه بعد همینو نماینده میان از من سوال میکنن آقا راستی شما پرونده دارید مثلا؟ نه من نه پرونده دارم، پرونده هم داشته باشم طبعا نیست که برم دنبال خراب کردن کسی، وگرنه این روزا هر کسی یه چیزی داره. من این جمله گفتم الان یه دوستی بهم گفتم شاید من شیشه کثیف باشم ولی شما دستمالتون تمیز نیست که بخواید شیشه منو تمیز کنید، حواستون باشه. ولی آدم اینجوری نیستم، خدا سترالعیوبه، ما پر از عیبیم، ولی حواستون باشه وقتی یه حرفی میزنیم بدونیم در چه ترازی داریم حرف. بله دیگه یه جوری به در گفت که دیوار بشنوه و این صحبتش هم جنجالای زیادی رو در رسانه ایجاد کرد. اما میرسیم به صحبت آقای روحانی که واقعا متشکریم از ایشون که دلار و یورو پوند و وضعیت اقتصادی و قیمت شیر و مرغ و تخم مرغ و همه چیز رو به عنوان رئیس قوه مجریه خوب مجریگری کردن و خوب هدایت کردن. امروز هم یه خبر اومده بود بیرون میگفتش که آقا باید ما به مرحله‌ای برسیم که مردم روی پشت بام‌های خونه‌شون انرژی خورشیدی تولید بکنن، علاوه بر این که برق خونه خودشون رو تامین میکنن برق رو هم به دولت بفروشن. با توسعه تکنولوژی در این زمینه هر کسی بتونه پشت بوم خونهش رو تبدیل کنه به یک نیروگاه خورشیدی و برق مورد نیاز خودش رو استفاده بکنه و اضافه رو به دولت بفروشه. یعنی اظهار نظری کردن سوپر لاکچری آقای روحانی. یه سوال دارم فقط یه لطف بفرمایید بگید که این هزینه تجهیزات انرژی خورشیدی که باید روی پشت بام ها گذاشته بشه از کجا بیاد؟ مردم از کجا بیارن این تجهیزات رو بخرن؟ وام بخوام بگیرن که قربونش برن 500-600 تا ضامن شما بعد ازشون بگیرید. مثلا شما بخواید 15 میلیون تومان وام بگیرید 2 تا ضامن میخواد، کارمند یا کسانی که حالا صلاحیت داشته باشن. بعد شما حساب بکنید که اون بنده خدایی که مثلا 5000 میلیارد تومان وام میگیره باید مثلا 20 میلیون کارمند برن ضامنش بشن. بعد چون میبینن که اون 20 میلیون کارمند رو ندارن و به حال بعد 100 صفحه 200 صفحه هم امضا بکنن اون کسایی که ضامنن، میگن بابا بعد 2 تا ساختمان اختصاص بدیم به کسایی که میخوان ضامن این شخص بشن. کلا ازش ضامن نمیگیرن، میگن آقا بیا وام ورد ببر کم هزینه تره. ولی مردم عادی که شما اظهار نظر میفرمایید در صحبتاتون که انرژی خورشیدی رو وردارن و بیارن روی سقف خونه هاشون، این هزینه انرژی خورشیدی رو کی میده؟ دستگاهش گرون الان با شرایط اقتصادی رو فکر کنم 200-300 میلیون تومان بشه، یعنی رو تا آخر عمرش هم برق مصرف بخواد بکنه 200-300 میلیون تومان برق مصرف نمیکنه. ولی تجهیزاتش رو دولت هم بده که بهتر. ولی خب یه سری حرفای خوشگل بعد پشتش منطق اقتصادی باشه، نمیدونم برهان باشه، دلیل باشه، علم باشه، امکانات باشه. شما به مردم بدید این امکانات رو، مردم برای شما برق مفتی تولید میکنن، تازه پولم ازتون نمیگم، یعنی که پول برق خودمون ندیم کافیه. ولی خب در هر صورت آدم این چیزها رو که میشنوه نمیدونه چی بگه، فقط میتونیم جلوی رسانه‌ها یه گوشه‌ایش اشاره کنیم. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اگر دوست هم نداشتید دیسلایک بکنید. اگر اصلا حال نکردید بازم قبلا گفتم فوش بدید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.